درود بیننده عزیز، برنامه اخبار آزادی را با آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. امروز 23 میون است. سرخط خبرها: آلمان یک پناهجوی تاجیک را با پسرش به تاجیکستان اخراج کرد. خویشاوندانش از سرنوشت او نگران و در اضطرابند. امریکا بعضی از تحریمات بر ضد ایران را برای 60 روز به اعتبار کرد. راه به سوی صلح بین دو کشور هموارتر می شود. بعضی از خبرنگاران تاجیک بر اساس قانون عفو از زندان رها می شوند، اما نه همه. پیوندان پناهجوی 54 ساله تاجیک اسدالله بابایف گفتند که مقامات آلمان او و پسرش را به تاجیکستان اخراج کردند. اسدالله بابایف پیشتر گفته بود که عضو جنبش اصلاحات و رشد یک سازمان مخالف حکومت است و برای همین او را در تاجیکستان به تندگرایی متهم می‌دانند. مستانه فیض‌الله و همسر اسدالله بابایف روز 23 میون به رادیو آزادی گفت مقامات در دوشنبه شوهرش را به بازداشتگاه برده پسر 19 سالش محمد را به دست مادر بزرگش سپردند. شرح مقامات آلمان و تاجیکستان دسترس نیست. با گفته مستانه فیض‌الله و شوهرش را از شهر میونخن روز 20 میون با هواپیما به دوشنبه فرستادند. شراف‌الدین گدایف رئیس جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان این خبر را تصدیق کرد. اسدالله بابایف روز 8 میون همراه پسرش محمد بابایف در شهر کرایس کلیوی دستگیر شد. او پیش از اخراج به تاجیکستان گفت خدمات مهاجرت آلمان او را برای مشکل در سند اقامت و به پایان رسیدن مهلت زیست بازداشت کردند. و بر اساس قانون عفو حکمی زندان چند خبرنگار تاجیک کم شده است که بعضی آنها را هم به افراطگرای گناهکار دانستند. نزدیکان بعضی از این خبرنگاران امیدوارند که عزیزانشان بروقتر از مهلت تعیین کرده دادگاه آزاد می شوند. مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه گزارش می دهد. با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی بر اساس قانون نوی عفو حکم زندان خبرنگاران دلیر امام علی، عبدالله غربتی، ذوقبک سید امینی، احمد ابراهیم، خورشید فاضلوف و رخشانه حکیموف 3 ساله کم شده است. بعضی از آنها سال 2022 بازداشت و با اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع که خودشان نپذیرفتند از 7 تا 10 سال زندانی شدند. رخشانه حکیموف سال 2025 با گناه به گفته مقامات خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم شده بود. این بند قانون جنایی شامل عفو نمی شود، ولی حکم رخشانه حکیموف را به خاطر زن بودنش 3 سال پایین آوردند. خود او و نزدیکانش هیچگاه اتهام را اعتراف نکرده حبس او را دارای انگیزه سیاسی دانستند. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، ذوقبک سید امینی بعد 3 سال کم شدن حکم زندانش 18 ایول امسال یعنی بعد کمتر از 1 ماه دیگر به آزادی می‌براید. سید امینی سال 2022 به 7 سال زندان محکوم شده بود. عبدالله غربتی خبرنگار دیگری زندانی با 3 سال کم شدن مهلت زندانش آخر ماه دکبر امسال رها خواهد شد. دادگاه غربتی را به 7.5 سال زندان محکوم کرده بود. نزدیکان خورشید فاضلوف روز 23 میون به رادیوی آزادی گفتند 3 سال حبس این خبرنگار کم شده، در نظر است که او ماه مارس سال آینده به آزادی برآید. دادگاه شهر پنجکن سال 2023 فاضلوف را به 7 سال زندان محکوم کرده بود. به گفته پیوندانش از 10 سال و 4 ماه حکم زندان دلیر امام علی بلاگر و روزنامه‌نگار تاجیک نیز 3 سالش را کم کردند. احمد ابراهیم سرمحرر نشریه پایک، یگانه نشریه مستقل در شهر کولاب نیز 3 سال بروقتر آزاد می شود. این روزنامه‌نگار سال 2024 به 10 سال و 4 ماه زندان محکوم شده بود. قانون نوی عفو که روز 16 ایون امسال اعلان شد زیاده از 18,000 کس را فرا می‌گیرد. از جمله بیش از 11,000 نفر از زندان و بازداشتگاه و مؤسسه‌های سکونتی آزاد و یا پروندهشان قطع شده، مهلت جزای زیاده از 6,000 نفر کم می شود. مولا رجب و برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. پس از قبول قانون عفو که 16 میون پذیرفته شد، سوال اساسی این است که چی کسانی عفو خواهند شد؟ محکوم شدگانی که عفو نمیشوند چند سالی از حکمشان کم می شود؟ آیا هستند محکوم شدگانی که عموما عفو نشوند و هیچ سالی هم از حکمشان کم نگردد؟ همکار ما ارشاد سلیمانی با وکیل دفاع نصرت الله میرزایف در این باره صحبت داشت و پارچه آن را همراه می‌بینیم. در همین قانون عفو محدودیتی است که مثلا نسبت یک محکوم شده اگر سالهای پیشتر قانون عفو تطبیق شده باشد این قانون امسال تطبیق نشود. بله، به واسطه در مورد 8 محدودیت اومده است که نسبت شخصانی که پیش
در اساس قانون آف سال 2021 هفتم سپتامبر بود اگر به همین برای صادر کردن جنایت وزین و مخصوصا وزین تنها دو کاتگوری جنایت وزین و مخصوصا وزین اگر محکوم شده باشد این قانون تطبیق نمی‌شود نسبت به میگه که قطع کردن پرونده در محله تفتیشات پیشکی از جانب مفتش با رضایت پروکورور این چگونه صورت میگیره؟ اینجا آیا مثلا قانون خوفی و نمیبیند سوء استفاده از مقام و کورپسیا و ولی در حقیقت در اساس طلبات ماده 28 کدکس مرافعه جنایتی جمهوری ترکستان و قانون پروسه برای آف ترتیبش را می‌خواهد که در اساس عرضه شخص یعنی یک شرط اساسی در اساس عرضه شخص و درخواست ادوکات اگر ادوکات داشته باشه درخواست ادوکات قانون تطبیق می‌شود شخصی که در جستجو قرار داره نسبت به آنها باشد به روزگی آنها یعنی قانون تطبیق می‌شود در این حالت قرار را مفتش قبول می‌کنه پروکورور تنها تصدیق می‌کنه درستی هم را می‌سنجه یک پرونده که همیشه مورد توجه بوده است این به زندان کشیدن زید سعیدوف وزیر سابق صنعت تاجیکستان یکی از صاحبکارهای تاجیکستان یکی از چهره‌های سیاسی و دولتی خب آیا شما گفته میتونید که نسبت به این شخص این قانون تطبیق میشه یا نمیشه؟ زید سعیدوف که به واسطه برای جنایت‌هایی که قابل ساخت کانستیتوسیونی و امنیت دولتی روان شده است گناهکار دانسته می‌شود و محکوم شده است طلبات قانون نسبت او تطبیق نمی‌شود نه تطبیق نمی‌شود یعنی چی جنایتی که هسته و کاتگوری جنایت‌ها سالم کم نه تطبیق نمی‌شود ولی که هم قسمی 447 ایجاده هم خب 305 است برای میسوب و تطبیق نمی‌شود طلبات قانون بیننده گرامی صحبت مفصل با نصرت الله میرزویف به زودی در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک و یوتیوب نشر می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. ایالات متحده آمریکا روزی 22 میلیون تحریم بر ضد ایران را برای 60 روز به اعتبار اعلام کرد. این تصمیم در نخستین مذاکره آمریکا و ایران برای دست یافتن به سازش صلح گرفته شده است. جانب‌ها گفتند که تفاهمی امضا شده برای آتش‌بس در منطقه از جمله میان اسرائیل و حزب الله در لبنان ادامه خواهد یافت. همکارم کیومر سیاتا گزارش خبرگزاری رویترز را تقدیم می‌کند. ایالات متحده بر اساس تفاهم نامه صلح برای 60 روز تحریم‌ها را نسبت به ایران بیکار کرد. جی دی وانس معاون پرزیدنت آمریکا از مذاکره با مقامات ایران در شویتزار خوشبین بود. در عموم 36 ساعتی پرمحصول داشتیم. به همین طرز ادامه میدیم. حرف آخر طور این صبح گفتم مذاکره ما تا کرسی برای ساختن یک خاور میانه دیگر است اما ما هنوز خانه را نساختیم. ما ساختمان را ادامه میدیم و این کاری است که ما خواهیم کرد. امریکا و ایران دوام 2 ماه برای سازش دائمی گفتگو خواهند کرد و سبوکی موقتی به ایران حق می‌دهد که فروش نفتش را آغاز کند. پایان جنگ در لبنان و باز شدن تنگی یا گلوگاه هرمز بخشی از گفتگو هاست. مقامات گفتند که در 2 روز آخر آتش‌بس در لبنان رعایت شده است. مقامات ایران شرط گذاشتند که اگر شرط‌ها برای گفتگو از جمله آتش‌بس در لبنان رعایت شود، مذاکره را ادامه می‌دهند. در پی جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران که هزاران نفر کشته شد، آبراهای هرمز بسته گشت و نرخ نفت در بازار جهانی بالا رفت. روز دوشنبه نرخ نفت کمی ارزان شد. تنش‌ها هنوز باقی هستند. ایران در مورد برنامه هسته‌ایش حرف دیگر دارد، ولی مقامات آمریکایی میگویند تهران اجازه بازرسی مرکزهای هسته‌ایش را داده است. اگر ایران بر طبق سازش عمل نکند من کاری میکنم که باید بکنم. اسرائیل که طرف مذاکره کننده نیست میگوید که عملیاتش را در لبنان ادامه خواهد داد. دستور من به وزیر دفاع و ارتش دیگر نشده است. نظامیان ما در جنوب لبنان حق دارند هر گونه تهدید مستقیم بر ضد خود یا بر ضد ساکنان شمال کشور را نابود کنند. ارتش اسرائیل در این مورد محدودیت ندارد.
خواهر محمد علی حید معاون رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را بعد شکایت از وضع برادرش در زندان به میده‌آباشی گناهکار و 546 سامانی جریمه کردند. گلبیبی حید تا و روز 16 میون از شرایط نگهداری برادرش در زندان به رد آزادی و سرریاست اجرای جزای جنایتی شکایت کرده بود، ولی چند کارمند این اداره شکایت کردند که گلبیبی حید تا و آنها را دشنام داده است. رادیو آزادی با پرونده مذکور شناس شد. در این سند آمده است گلبیبی حید تا و روز 16 میون با کارمندان سرریاست اجرای جزای جنایتی از جمله رحمان نورالدین به اساس جنگ و جنجال کرده، آنها را حقارت و دشنام داده، ترتیبات جمعیتی را ویران کرده است. گلبیبی حید تا و در صحبت با رادیو آزادی این اتهام را رد کرده، گفت کسی را دشنام نداده است و تنها برای بهتر کردن شرایط برادرش در زندان به سرریاست اجرای جزای جنایتی رفته بود. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر مسئولین اداره زندان‌ها بی‌نتیجه بود. روز 20 میون پس از انجام بازی دسته حاصلات فرخار و روشن کلاب میان مخلصان زنازنی شده است. چندی از هواداران دسته‌های فوتبال هم زخم برداشتند و حالا فدراسیون فوتبال تاجیکستان قضیه را بررسی دارد. بازی در ورزشگاه ناحیه فرخار صورت گرفت و سبب دعوا هم بین مخلصان ظاهراً دشنام و تحقیر یکدیگر بوده است. گزارش همکاران ما را یک جا می‌بینیم. بحث و کشمکش مخلصان دسته روشن و حاصلات. حادثه 20 ایون در ناحیه فرخار و پس از باخت دسته حاصلات روی داد. شیشه مسافربر شکسته و برخی از مخلصان با سر کفیله به خانه برگشتند. بازی دسته های روشن و حاصلات در دایره مسابقه برای دریافت جام تاجیکستان گذشت و با حساب 1-0 به فایده روشن انجام شد. هر دو دسته در منطقه کولاب هواداران زیاد دارند. سبب سر زدن جنجال معلوم نیست. یکی از تماشابینان بازی آغاز بحث را به سخنانی به گفته او پست و بلند طرفداران روشن پیوند داد. نمایندگان دسته روشن شهر کولاب در این باره اظهار نظر نکردند. در فدراسیون فوتبال تاجیکستان روز 22 ایون به رادیوی آزادی گفتند که کمیته ترتیب و انتظام فدراسیون قضیه را آموخته قرار قبول خواهد کرد. یک منبع در شعبه کارهای داخلی ناحیه فرخار گفت نسبت به بعضی از مخلصان سند مأموری ترتیب دادند و احتمال آنها جریمه شوند. زنازنی مخلصان فوتبال در تاجیکستان پیشتر هم رخ داده بود و برای این کار هم دسته ها و هم مخلصان را جزا دادند. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و حامیان جانوران در تاجیکستان واکنش مقامات را به شکنجه روباه نوزاد در ناحیه نورآباد سبک و ناکافی خواندند. در نواری که از 19 میون در اینترنت میچرخد، چند نورس نمایشکارانه گوش یک بچه روباه را بریده از این کار خود خرسندی کردند. وزارت کارهای داخلی روز 22 میون گفت نورسان و والدان آنها را پیدا کرده و کارهای فهماندهی گذراندند. با اطلاع منبع نسبت به پدر و مادران برای اجرا نکردن عهدهداری عاید به تعلیم و تربیت سند ترتیب داده شد. برخی در شبکه‌های اجتماعی اظهار حیرت کردند که چرا ماموران ملیسا این افراد را برای مناسبت بیرحمانه و شکنجه و اذیت جانوران که در قانون پیش بینی شده است جزا نداد. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان نیز 22 میون گفت حادثه در دهه کپانک در ناحیه نورآباد روی داده. مقامات با نورسان و والدانشان صحبت کردند. به نوشته کمیته نورسان گفتند از قانون و پیامد کارشان آگاه نبودند. سپاس که برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. اگر خواهید که از خبرهای روز بی‌خبر نمانید، سامانه آزادی آر و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا یار و مددگار شما باد.